بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و توانا. انشالله که همیشه خوب و صحتمند باشین. این جمله را به خاطر بار در هر درس تکرار میکنم که خداوند ما و شما را صحتمند و سالم و خوش و سرحال داشته باشه. الهی آمین. بچه خوب هستین؟ بخیر آمدین؟ شما هم خوب هستین؟ خدا را شکر. پس بین که درس خود شروع کنیم بخیر ختمش هم کنیم و گپای بسیار زیاد مقبوله بفهمیم و بخونیم. درس ما درس 8 فصل 2 تاریخ صنف 7 است که عنوان امروز بین صفحات 19 و 20 کتابش ما آمده. خود عنوان سوالی آمده و قسم از ما شما پرسیده که در مورد مدنیت اوستایی چه میدانید. اگر یادتان باشه که دقیقاً یاد شماست، ما و شما در درس گذشته در مورد مدنیت ویدی گفتیم و بعد از مدنیت ویدی فعلا در مورد مدنیت اوستایی گپ خواهد زدیم، معلومات حاصل خواهد کردیم و بسیار گپ‌ها را خواهد فهمیدیم. پس بین که مرور کوتاه و درس گذشته خود هم داشته باشیم. ما شما گفتیم که اولین مدنیت قدیمی افغانستان مدنیت ویدی است که بین سالهای 1800 قبل از میلاد الا آغاز شد الا 1200 قبل از میلاد ادامه پیدا کرد. اونا نظام خاص اجتماعی داشتن. در رأس خانواده پدر قرار داشت که چند خانواده ساخته می شد، یک عشیره را می ساخت. چند عشیره یک قبیله را می ساخت که در رأس قبیله یک رئیس انتخاب می شد از توسط شاه و شاه به می شکل سرزمین خود اداره و مدیریت میکرد. گفتیم که نظام اجتماعی خاص داشتن. خانم ها در زمان ویدی ها قابل احترام بودن و حتی از شاعرای زن در او زمان در کتاب های ویدیشان نام برده شده و زراعت میکردن، مالداری داشتن، تجارت میکردن، صنعت داشتن و بعض چیزها را حتی تولید میکردن. مثلا تکه می بافیدن، لباس می بافیدن، لباس می ساختن، به می شکل ظروف گلی و کلالی می ساختن، از فلزات استفاده می کردن و کسایی بودن که مدنیت ویدی را در او زمان ساخته بودن. پس در مورد مدنیت ویدی وقت فهمیدیم، بیاین که در درس فعلی خود در مورد مدنیت اوستایی بفهمیم و معلومات کسب کنیم. اگر مدنیت ویدی اولین مدنیت قدیم افغانستان بوده، پس اوستایی دومین مدنیت سرزمین قدیم ما به نام افغانستان بوده. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. بین که اهداف درس خود مرور کنیم، باز بعدا میریم در مورد مدنیت اوستایی هم خواهد گفتیم. درس ما 2 هدف بسیار خوب و اساسی داره. اولین هدف درس ما و شما آشنایی با مدنیت اوستایی است. قسمی که در مورد مدنیت ویدی گفتیم، امروز در مورد مدنیت اوستایی میگیم. ای که کدام زمان شروع شده، تا چی وقت ادامه پیدا کرده و اوستایی ها در کجاها زندگی میکردن، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زندگی فامیلیشان به چی شکل بوده، انشالله کاملا صحبت خواهد کردیم و خواهد فهمیدیم. از این خاطرم هدف دوم درس ما و شما کسب معلومات در مورد وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مدنیت اوستایی است. بچه آماده هستین؟ بله. شروع کنیم بخیر. درست است، بیاین که شروع کنیم. خواهش ما است که شما هم قلم و کتابچه‌تان آماده باشه. جایی که نمیفهمین یا سوال پیدا میشه یادداشت بگیرین یا نشانی کنین، از ما پرسین که براتون جوابشو بگیم. به خاطر که در درس چیز باید گنگ ناروشن نمانه و کاملا درس بفهمیم و معلومات ما و شما زیاد شود. آماده که شروع کنیم؟ بله. بسیار خوب. من کاملا خوشحال سرحال بخیر براتون درس با مو زیباییش قصه میکنم، مثل قصه میگم، شما هم گوش کنین با دل جان که در مورد اوستایی ها بفهمیم. قسمی که پیشتر در آغاز گپم گفتم، مدنیت اوستایی دومین مدنیت در تاریخ قدیم افغانستان است که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتی ها بسیار زیاد مقدس است. این کتاب اوستا به معنای قانون، بنیاد و دستور هم است که این مدنیت در حدود 1200 سال قبل از میلاد آغاز میشه و تا 700 سال قبل از میلاد هم ادامه پیدا میکنه. پس وقتی مدنیت ویدی 1800 سال قبل از میلاد آغاز میشه و تا 1200 سال قبل از میلاد ادامه پیدا میکنه، بعد از اون دومین مدنیت به نام مدنیت اوستایی در حدود 1200 سال قبل از میلاد آغاز میشه
و تا 700 سال قبل از میلاد هم این مدنیت ادامه پیدا میکنه. مدنیت اوستایی گفته میشه که در بلخ یا بختی او زمان اساس گذاری و پایه‌گذاری میشه و ساخته میشه که در مورد این مدنیت در کتاب اوستا آمده. قسمی که در این کتاب آمده: یما به امر اهورا مزدا یک واره را ساخت که طول و عرض آن به یک اسپرس یا یک میدان اسب دوانی بود که در او حیوانات مانند گوسفند، گاو، مرغا و جاندارا را نگاه می کردن و جای را هم به خاطر نگهداری آب ساختن. به خاطر چی؟ به خاطر نگهداری آب که درازایش هم یک خانه یا 1 میل حفر کردن و در او واره بازار ساختن، گذرا ساختن، خانه ها ساختن و آیستا آیستا به شکل منظم این واره ترتیب شد. ولی مردم علیل، دروغگو، پیس و دیوانه را در ایجا جای ندادن. به خاطر چی؟ به خاطر که در اوجا افراد نجیب زندگی میکردن. پس گفتیم که مردم علیل، مردم دروغگوی، پیس و دیوانه را در ای واره اصلا اجازه داخل شدن ندادن. به خاطر چی؟ به خاطر که اوجا را یک جای مقدس و پاک میدانستن و خودشون بعضی کارا را انجام میکردن، مثل تربیه حیوانات. شهر ساختن، ده ساختن، قریه ساختن، بازار ساختن و در اوجا زندگی خود آغاز کردن. اما زردشت که سپینتمان هم نامیده میشه و پیشوای زردشتیان است، ایجادگر اوستا و محرک معنوی مدنیت اوستایی است که او نصایح جدی اجتماعی را در سروده های خودم تبلیغ کرده. زردشت برای زندگی سالم انسانی 3 اصل بسیار مهم اساسی را تبلیغ میکنه که این 3 اصل عبارت بودند از گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک. چقدر گپ مقبول. خود زردشت بر مردم خود میگفت که شما باید 3 اصل در زندگیتان عملی کنین، داشته باشین و او را احترام کنین. همیشه میگفت که گفتار نیک داشته باشین. کسی را از گفتارتان، از زبانتان، از گفته هایتان آزرده نسازید. همیشه کارهای نیک انجام بدین، عمل نیک داشته باشین و همیشه نیک فکر کنین. فکر نیک داشته باشین. به کسی ضرر نرسانین. اگر فکر بد داشته باشین ضرر هم میرسانین. عملتان هم بد میشه، گفتارتان هم بد میشه. که در کتاب اوستا آمده زردشت در اطراف شهر قدیم بلخ که در او زمان بختی نامیده میشد زندگی میکرده. سوال دارین ندیم جان؟ دست خدا بالا کرده. بله بگو. زردشت کی بود؟ آها، میگن که زردشت کی بود؟ چون من بار نامشو گرفتم. گفتیم که از پیشوایای خود اوستایا یا زردشتیا بوده زردشت، که زردشت از شاهزادگان خانواده های نجیب سرزمین افغانستان حساب می شده و برخی مورخین زردشت را مربوط به خانواده مشهور اسپه هم می دانند، چون در کتابای خود نوشته کردند که زردشت از خانواده اسپه بوده که در نامای اکثر اعضای خانواده زردشت اسپه آمده که معنی صاحب اسب های قوی را میده. مثلا نام پدرش پور وسپه بود و نام پدرکلانش یا جد پدریش میچت اسپه. شما میبینید که خود واژه اسپه را در پسوند نامای پدر و پدرکلان زردشت میتونین پیدا کنین. از این خاطر هم میگن که زردشت از خانواده مشهور اسپه بوده. ما بین که در مورد کتاب اوستا بگیم. این کتاب بسیار زیاد مشهور است و همیشه در بسیاری جایا نام این کتاب گرفته میشه. کتاب اوستا که اصول راهنمایی برای پیروان آیین زردشتی است توسط خود زردشت ارائه میشه. زردشت می کتاب را به نام اوستا میسازه. کسایی که پیروش است، مریدایش است و آیین زردشتی را می پرستن و در او آیین هستن، این کتاب برشان ارائه میکنه که این کتاب از جمله کتابای قدیم هم به شمار میره که حوادث سالهای 1200 قبل از میلاد الا 600 قبل از میلاد می بیان میکنه، انتقال میده و حتی به دسترس ما و شما قرار گرفته. در مدنیت اوستایی طبقات سیگانه اجتماعی در اجتماع وجود داشت. مثلا روحانیون بود، نظامیا بود و دهاقین بودن.
یعنی کسایی که در طبقه بلند بودن، در طبقه متوسط بودن و در طبقه پایین و فقیر بودن، که متاسفانه بسیاری وقتا خود دهاقین در طبقه پایین بودن، روحانیا در طبقه بالا بود و نظامیان در طبقه وسط. مردم اوستایی گفته میشه که دهنشین بودن و زراعت و باغداری پیشه اصلی اینا بود که در پهلوی زراعت و باغداری مالداری هم میکردن. به تربیت مواشی میپرداختن، حیوانات مختلف هم مثل گاو و گوسفند و بز و چیزا نگهداری میکردن، از محصولات از اونها استفاده میکردن، مثلا از شیرش استفاده میکردن، از پشمش استفاده میکردن، از گوشتش استفاده میکردن، خرید و فروش میکردن و حتی در انتقال بعض چیزا، مالا و اموال تجارتی از اسب استفاده میکردن. از وسایل فلزی و مخصوصا فلز برنز هم اوستایی ها استفاده میکردن و از او بعض چیزا را میساختن که در کتاب اوستا پیرامون اشخاص سیاسی هم بعض تذکرات رفته و از اینا نام گرفته، از جمله سلاله های تاریخ اساطیر افغانستان مثل پیشدادیان، کیانی ها و اصحابه. این کسایی بودند که در عرصه سیاسی و در عرصه حکومتداری فعال بودند. از او خاطر هم در کتاب های اوستایا از یادما نام گرفته شده است که از اساطیر تاریخی افغانستان مثل پیشدادیان، حتما در تاریخ ما شما رو خواندیم یا میخوانیم، کیانی ها و اصحابه. اما بیاین که درس خود کوتاه جمع بندی کنیم، بخیر تمام کنیم و کارخانگی رو بگویم و خلاص شیم بخیر. ما گفتیم که مدنیت اوستایی بعد از مدنیت ویدی دومین مدنیت در تاریخ قدیم افغانستان است که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتی‌ها بسیار زیاد مقدس و پاک است. اوستا هم به معنای قانون، به معنای بنیاد و دستور است که این مدنیت در حدود 1200 سال قبل از میلاد آغاز میشه و تا 700 سال قبل از میلاد هم ادامه داره. مدنیت اوستایی بر اولین بار در بختی او زمان و بلخ فیلیما اساس گذاری میشه که در مورد ای جای و این مدنیت در کتاب اوستا بسیار گپای زیاد آمده. زردشت که سپینتمان هم نامیده میشه و پیشوای زردشتیان است، ایجادگر مدنیت اوستاست و او من حیث پیشوای مذهبی و دینی مردم زردشتی هم یاد میشه که در کتاب اوستا آمده از زردشت در اطراف شهر قدیم بلخ زندگی میکرده و یکی از شاهزاده های خانواده نجیب افغانستان بوده و مورخین میگه که زردشت مربوط خاندان مشهور اسپ است. بسیار این تمام گپایی بود در مورد زردشتیا، خود زردشت و دین و آیین زردشتی. بسیار خوب، سوال ندارین؟ کارخانگی رو بگیم نوشته کنین. سوال اول، زردشت کی بود؟ بنویسید. شما میگین که زردشت کی بود، در موردش معلومات ارائه میکنه. سوال دوم، در مورد مدنیت اوستایی معلومات خود را بنویسید. شما میگین معلوماتی که من براتون گفتم و چیزی که در کتابتان آمده و اگر معلومات بیرونی هم دارین مطالعه کردین در مورد مدنیت اوستایی یک مقاله نوشته کنین، معلوماتتان نوشته کنین، باز انشاءالله جلسه آینده مورد از پیشتان میگیرم و میبینم. سوال نیست؟ تمام کنیم؟ بله. بسیار خوب، کوشش کنین که یک نهال غرس کنین، به خاطر که غرس یک نهال در هر شرایط ما شما را کمک میکنه. اگر امروز ما شما یک نهال غرس میکنیم، فردا از میوه از استفاده میکنیم اگر میوه دار باشه و او هوا را پاک میکنه، اکسیژن تولید میکنه، کربن دی اکساید میگیره، در سرسبزی نقش داره و محیط ما شما را مقبول میسازه. مثل گلهای باغ همیشه خوشبو و سرسبز باشید. تمامتون به خداوند بزرگ میسپارم. الله نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.